وقتی مکتب روی شد راجو. با دو باشید. هفته آینده البته میآیم. نغز مونید. دادا جون خیر. خیر. بابل رو ببین. بابا تو مکتب نمیروی؟ نه اوچم کسل شد، امروز در خونه میمونم. افسوس، بعدی درس ها خبرت میگیریم. راجو، من از حال بابول و چش در تشویشم. نگاه کن دکتر میگوید بیا از وی میپرسیم. سلام مینو. سلام راجو. سلام. ها سلامی تو. بابل را میشناسید؟ اوچش باز کسل شده است. سال گذشته داداش از کسلی مرده بود. اوچش هم میمیرد. بابول خواهرچش را کی نگاه بین میکند؟ بچه ها باوری دارم که اوچه بابول عمری دراز میبیند و بچه هایش در پیش نظرش به وایا میرسند. لیکن خیلی شدم که شما با تقدیر بابول بی‌طرف نیستید. وی با دوستانی خوب نیاز دارد. بیبی جان، ممکن نزد بابول برویم؟ اوچهش باز کسل شده است. نه با اونجا نروید. برای چی؟ شنیدم که پدری بابول از بیماری خوفناکی که سپید نام دارد مرده بود. مادرش نیز گرفتار همان بیماری است. میترسم که شما هم گرفتار آن بلا نشوید. اگر با شخص گرفتار سپید دوستی داشته باشی هم آن کسلی نمیگذرد. دوستی ممکنه. حتی دست رساندن و بازی کردن ممکن. بازی کردن ممکن. افسوس شیرینکانی من، اما من نمیخواهم که شما با اونجا بروید. حالا هم خوف دارم. بابول. بابول. آه خدایا. میتو، از بابول چنان خواطرم که حالش خوب باشد. نگاه کن، دکتر می آید. ما باید ای. حالتون چی خیل؟ کمی بهتر. خیلی خوب. بابول بیرو با جوره هایت بازی کن. با جوره ها کوشش میکنم که خودم رو بای ندهم، لیکن خیلی خواطرم پس از سر من که کودکانم رو نگاه بین میکرده باشد. من هم یتیم کلان شدم و خویشاوندانم دستگیری کردند. با یاری آنها مکتب رو ختم نمودم. میخواهم که کودکانی من هم مکتب بخوانند. پدر و مادرم کیها گذشتند. خویشان و شوهرم از کسلیم میترسند. به خانه امان نمی آیند. اینقدر ضیق نشوید. کوشش میکنم با شما یاری برسانم. آدمان دیه باید بدانند که عیادت بیماران سپید خوفی ندارد. حالا باید به سلامتیتون دقت بدهید. کدام سبزوات و میوه ها رو استعمال میکنید؟ کسی نیست که باغمان رو نگاه بین کند. میتو، ما میتوانیم یاری برسانیم. این باتونی مون برای تو هم نه. میتو، این برای آیلای بابولی نه.
بیبی جان یک فکر با سرم اومد. خوش جانی بیبی. سال گذشته هنگامی کسل بودنتون بچه بابول هر روز خبرگیری می اومد شما رو. ها، باید همسایه ها با یکدیگر یاری برسانند. لیکن من حالا هم از این کسلی می ترسم. خواستم با دکتر صحبت کرده معلوماتی بیشتر بگیرم. با من نزدیک نشو. شنیدی بیبی چی گفته بود؟ من فقط خوشتم که رفتیم راجو. من میدونم که باید چیکار کنیم. در نزد دریاچه با احتیاط باشید. از باران زیاد آبش خیلی بلند شده است. بیایید خواهر جان، من میخواستم با شما صحبت بکنم. مرحمت گوش میکنم. میخواهم که به عائله بابال یاری برسانیم، لیکن میترسم که کسلیشان به ما نگذرد. خوفناک است. خیلی خرسندم که پرسیدید. خرد و کلان همه باید درباره اسپید معلومات داشته باشند. مهم. دقت کنید. ویروس این بیماری ویچ نام دارد. آن هنگامی لمس کردن و دست فشردن نمیگذرد. با واسطه ظرف و لباس عمومی، آغوش، سلفه و عطسه، استفاده حاجتخانه عمومی یا گزیدن خاموشک ها هم نمیگذرد. خیریت، آسوده شدم. چه خیلی گذشتنش ممکن. مینا به خانه درآ. بگذار اینجا باشد. کودکان هم باید بدانند. ممکن بیبی جان؟ این خیلی باشد میلش شین. چند راهی گذشتن اسپید موجود است. از همه اساسیش علاقه جنسی شخصی بیمار با شخص دیگر. اینچنین به واسطه سوزنداروی استفاده شده، ریشتراشک و دیگر اشیای تیز که زخمدار کردنشان ممکن است میگذرد. باز به واسطه خونگذرانی از مادری بیمار به طفلش و با شیر مادر گذشتنش ممکن. نباشد دستی خوف ندارد؟ دستی ممکنه. خبر گرفتن و یاری رساندن هم بی‌ضرر بوده است. درست. بیماران اسپید به شفقت و یاری خویشان و نزدیکان بسیار نیاز دارند. پس ما میتوانیم خانه بابولینا برویم؟ بله جانی بیبی، هممون میرویم. راجو کجا شد؟ راجو می تو وی را بیاب. راجو اوه نه، راجو یاری دهید. نمیتوانم. می تو آدمان را دعوت بکن. یاری رفتیم از پسی می تو. برای جو یاری رساندن لازم. یاری. راجو
رجو. رجو. او بابول. بابول عجب بچه خوب هستی. رحمت میتو با تو هم بابول. رفتیم بابول. اوچت رو خبر میگیریم. من با وی میگویم که بچه نغز و جسوری دارد. بله رفتیم. از همان وقت این جانب اهل اویلای ما تست به خانه بابول می آیند. بیبی اوچه هم با اوچه بابول صحبت می کنند. ما با آنها یاری می رسانیم. بیبی هم از همسایه ها خواهش کردند که آنها نیز آمده یاری برسانند. حالا اوچه بابول خودش را نقص حس می کند. دکتر می گوید که بیماران اسپید هم می توانند عمری دراز ببینند. اوچه بابول با من نواختن و سرودخوانی را یاد داد. شامگاهان برای ما قصه های عجایب نقل می کند. بابول آنها را می نویسد تا که همیشه در یاد نگاه داشته باشد. بعضا من به او یاری می رسانم. فکر می کنم که حالا هم اوچه بابول از آینده فرزندانش در تشویش است. بیبی هم میگویند که باید وی در این باره با خویشاوندانش گفتگو نماید و باید خواطر نشود، زیرا ما بابول خواهرچه‌اش را نگاه بین میکنیم. بابول خیلی خرسند است. با خواهرچه‌اش هر روز همراه ما به مکتب میرود. بعضا مرغابی ها نیز با ما همراه میشوند. ترجمه نظام قاسم امید شریفزاد، کارگردان امید شریفزاد، مهندس حسین کاملوف، صدا بردار مهینه سفرова، تنظیم و آرایش حسین هیبتوف. به نقش ها آواز دادند مهین بانو حسن و حاتم سلیموف، بهاویدین کریموف، گلجهان ظریف و حسین هیبتوف. راهبر گروه ایجادی نظام قاسم. فیلم سال 2009 در مؤسسه دولتی تلویزیون کودکان و نورسان بهارستان به تاجیکی گردانیده شد.